روز یکم ایول سال 2024 مقامات حفظ حقوق روسیه به دادگاه نویه شربینکای شهر مسکو جهت بحث پیشکی گرفتن مربی گشتین طرز آزاد اسمتزاده علیشیر کمال‌الدین درخواست دادند. در فدراسیون گشتین ورزش روسیه این خبر را تصدیق کرده شوک برانگیز نامیدند. بنا به اطلاع نشر شده در برگه پروندهش در سامانه دادگاه شربینکا مربی 32 ساله زاده شهر دوشنبه طبق قسم یکم ماده 205 کودکس جنایی روسیه به مساعدت به فعالیت‌های تروریستی برای به چنین فعالیت‌ها جلب و مایل کردن افراد دیگر عیبدار می شود. تفصیلات دیگر عیبنامه ضد علیشیر اسمتزاده هنوز نشر نشده است، ولی بر اساس قسم یکم ماده 205 به او همچون جزا 7 تا 15 سال زندان با جریمه به مبلغ 500,000 روبل تهدید می کند. در فدراسیون گشتین ورزشی روسیه بازداشت علیشیر اسمتزاده از جانب مقامات حفظ حقوق را تصدیق کردند. برای ما این خبر شوک برانگیز بود، ولی متاسفانه این راست است، گفته است نماینده این نهاد ورزشی. علیشیر اسمتزاده سال 1992 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است. او بعدا به مسکو کوچیده شهروندی روسیه را به دست آورد. اسمتزاده استاد ورزش و مربی سطح عالی می باشد. وقتهای آخر او در آموزشگاه مخصوص تربیه ذخیره‌های المپی رقم 1 همچون مربی کار میکرد. در این آموزشگاه همچون مربی کار کردن اسمتزاده را تصدیق کردند، ولی در مورد تحت تفتیش قرار گرفتن فعالیت‌های او اظهار بیخبری کردند. اسمتزاده همچنین مربی تیم دختران گشتینگیر تا 16 ساله روسیه و تیم پسران گشتینگیر تا 16 ساله شهر مسکو بود. ماه سال 2024 موسا سانتیکوف که علیشیر اسمتزاده مشقش میداد در چمپیونات اروپا صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان اروپا شد.